حالا باید کجا بریم؟ بعد از اون ترانه غم‌انگیز ستاره‌های سربی که همه چیز از دست رفته بود، اینجا میریم به سراغ یکی از ترانه‌های عاشقانه ایرج جنتی عطایی که برای یه فیلم ساخته شده و برای موزیک متن یه فیلمی گفته شده. فیلمی به نام فریاد زیر آب با بازیگری داریوش، فرزانه تاییدی. فریاد زیر آب شاید بتونیم بذاریمش، شاید که نه حتما، در شاه ترانه های عاشقانه ایرج جنتی عطایی. یه ترانه عارفانه، اسطوره‌ای و غرق در استعاره، اما در عین حال ساده، زمینی، ملموس، قابل لمسه. لایه‌های مختلفی که ترانه فریاد زیر آب داره به نظرم میتونه اینا باشه: ضیافت‌های عاشق را خوشا بخشش، خوشا ایثار. شاعر اینجا عشق رو ضیافت میدونه. یه مهمونیه که در اون مهمونی خوردنی وجود نداره، بلکه بخشیدن و ایثار کردنه که از این بخشش و ایثار در اون مهمونی به اوج لذت برسی. خوشا پیدا شدن در عشق برای گم شدن دریا. شاه بیت اول ترانه: معشوق دریاست، عاشق اگر در او پیدا بشه به راستی باید در اون دریای گم بشه. اینجا میخواد بگی که عشق در نهایت فنای عاشقه. در طول تاریخ عرفای ما هم همین نظر رو داشتن که وقتی عشق میاد در پسش فنا میاد. چه امیدی به این ساحل، خوشا فریاد زیر آب. خود ساحل مساوی با ایمنیه، مساوی با در پا در زمین داشتنه. اما فریاد در زیر آب یعنی بی‌پاسخ‌ترین شکل عشق، عشقی که شنیده نمیشه اما واقعی ترین فریاده. این عشقی که شنیده نمیشه شاید در بیشتر جوامع عمومیتی داشته باشه. خیلی ها عاشق هستن، قدرت بیانش رو ندارن. خیلی ها عاشق هستن، اصلا این عشق بی سرانجامه. خیلی ها عاشق هستن اما معشوق نگاه مهربانانه به اونا نداره. اینا به کجا پناه میبرن؟ اینا میرن در دریا غرق میکنن خودشونو و در زیر آب فریاد میزنن. خوشا عشق و خوشا خون جگر خوردن. از قدیم الایام عاشقی مترادف بوده با خون جگر خوردن. همونطور که اشاره کردم، وقتی شما نتونی عشقت رو بیان کنی
یا قدرت بیانش رو نداشته باشی، یا در موقعیتی باشی که این عشق میتونه پس از بیان برای شما مسئله داشته باشه، اینی که چیکار میکنه؟ ما اونو بیان نمی کنیم و چون بیان نمی کنیم در تنهایی خون جگر میخوره. جنتی عطایی تو این ترانه میگه حتی رنج عشق زیباست، حتی مردن از عشق هم زیباست. او شکایت و گله‌ای نداره از اینکه در راه عشق جونش رو فدا بکنه. به هر حال میرسیم به بخش نیاز انسانی که ما یه چیزی رو میخوایم. اونم چیه؟ مرا یارای بودن نیست. اگر خوابم اگر بیدار، مرا یارای بودن نیست. تو یاری کن مرا ای یار. از این یک بیت یه التماس خالصانه هویدا میشه. راوی دیگه نمیدونه که خواب بیداره، اما تنها چیزی که اون میخواد بودن با معشوقه. چرا؟ بهش میگه تو ای خاتون خواب من، مرا همخانه کن تا صبح، نوازش کن مرا تا خواب. این آرزو و خواسته هر عاشقیه که بتونه یک شب در کنار معشوق باشه و اینجا بهش میگه که من با بودن اون شب در کنار تو میخوام که با نوازش های تو به خواب برم. این آرزوی منه که تو منو نوازش کنی و من اون شب که باید تا صبح در کنار تو باشم اونجا به خواب برم. اینجا داره زبانش خیلی صمیمیتر میشه. باز مثل کودکیه که در آغوش مادرش میخواد آرام بگیره و این آرامش در آغوش مادر رو در تنها جایی که میتونه و فکر میکنه که میشه اتفاق بیفته در آغوش معشوق. همونطور که مادر آروم آروم آدم رو نوازش میکنه و بچه به خواب میره، همین یه آرزو رو داره. چرا؟ برای اینکه معشوق رو یک پناه میدونه، آغوش اونو یک آرامش میدونه. بعد میگه نه از دور و نه از نزدیک تو از خواب آمدی ای عشق. نه با کسایی که ارتباط و برخورد داشتم، من تو رو یه شکل دیگه ای میبینم. تو مثل رویا بودی برای من. خوشا خودسوزی عاشق، مرا آتش زدی عشق. اوج این شعر تو این سطره. عشق آتیشه، نه فقط روشن میکنه، اما این روشنایی با خودش سوزندگی داره، آدم رو میسوزونه. و ایرج میگه این از طبیعت عشق. و اینجا شاعر نه تنها از این سوزش، از این سوختن نمیخواد بگریزه، بلکه اونو از آن خودش میدونه. گاهی عشق یه فریادیه در عمق، نمیدونی چی کار کنی. یه چیزی به جونت افتاده که واقعا نمیدونی باهاش چی کار کنی.
بودنش یه جور ناممکنه، نبودنش هزار جور. چرا؟ حالا برای اینکه اون فریاده رو هیچکی نمیشنفه. بعد میبینی نه ساحلی هست نه نجاتی هست، فقط گم شدن در دریاست و خوشا میگه این گم شدن. ایرج میگه اگر عشق آتش است خوشا سوختن، اگر خواب است خوشا خواب دیدن، اگر فریاد است خوشا فریاد حتی زیر آب. اینم از تحلیل ترانه فریاد زیر آب. حالا ببینیم ترانه های اون چی میگن یا چی گفتن، اونطور که با هم دیگه مرور کردیم. ببین ترانه درخت از شکست میگه و از خیانت و نامردی و نامردمی. ترانه وقتی تو گریه میکنی از عشقهایی که زخم میکنه، انسان رو زخم میزنه اما با صداقت. ترانه شب نیلوفری از خیال وصل میگه در دل فاصله. ترانه دلم میخواد گریه کنم در حقیقت از مرثیه های تاریخی میگه. بعد میرسیم به چی؟ ترانه معجزه خاموش، از یک ویرانی خاموش و تنهایی بی صدا میگه. عاشق حضور کسی است که حداقل نهایت ویرانی و در انتهای ویرانی اونو ببینه. ترانه همسفر از یه تسلیم عاشقانه گفت و اعتماد مطلق به عاشق. پوست شیر از چی صحبت کرد؟ از تضاد درون و بیرون انسان. بعد میرسیم به ترانه رازقی. ترانه رازقی هم از عشق در دل ترس از فردا گفت. فردایی که تو رفتی و من تنها موندم. ستاره های سربی از فقدان مطلق ویران کننده تکرار شونده، اون اگرهایی که میگم. و در نهایت همین ترانه‌ای که الان با هم دیگه مرور کردیم، فریاد زیر آب، از یک فنای عاشقانه اما آگاهانه سخن